این ایکس باکس سریز S روش زده 512. خیلیاتون هم احتمالا بدونید، ولی تا 300 گیگ بیشتر ما نمیتونیم روش بازی بریزیم. من این دوتا بازی رو قبلا داشتم، یعنی فیفا و وارزون. بعد وارزون یه آپدیت داد، گفتش که اگه میخوای آپدیت بشه باید حتما فیفا رو پاک کنی. من گفتم فیفا رو بازی میکنیم، حیف، ولش کن. وارزون رو زدم پاک کردم. بعد چند وقت پیش گفتم بذار برم دانلود کنم، بالاخره فیفا رو پاک میکنم، بعدا میرم یه کارت حافظه میگیرم فیفا رو میریزم روش. آقا من نمیدونم این مایکروسافت بیشرف چه مشکلی با من داره. وقتی گذاشتم برای دانلود داره دانلود میشه، مگه میشه؟ عجب بیناموسیه این مایکروسافت. آقا این درست خدایی چی بگه آدم.